خب بعد از مدت‌ها یه خبر خوشحال کننده از سینما تلویزیون ترکیه. بازیگر محبوب عشق ممنوع یا همان فاطمه گül خودمون بران ساعت حامل است. جزئیات این خبر رو با هم دیگه بشنویم. تا انتها همراه باشین چون یک خبر دیگه هم براتون داریم. با سلام همراه باشین. بران ساعت که معرف حضور همتون هست و با بازی در سریال های عشق ممنوع و فاطمه گül تا ابد در ذهن دوستداران سریال های ترکی ماندگار شده حامل است. زوج محبوب بران ساعت و کنان دولو که در سال 2014 طی یک مراسم زیبای ساحلی در شهر لس آنجلس با همدیگه ازدواج کردن، بالاخره بعد از 11 سال قراره که اولین فرزندشون رو به دنیا بیارن. اما این خبر از کجا نشأت گرفته با هم دیگه بشنویم. بران ساعت و کنان دولو حدود 1 ماه پیش در حال خروج از یک مکانی توسط خبرنگارها دیده شدند. این زوج با جمع کردن بیش از 6 نفر بادیگارد دور خودشون که از حالت نرمالشون خیلی بیشتر بود، یه نوع حلقه حفاظتی ایجاد کرده بودند. طی عکسایی که ازشون پخش شد، برخی این صحنه‌ها رو با کنایه انگار خانواده سلطنتی هستن توصیف کردن و البته مورد انتقادشون قرار دادن. در حالی که بعضی هم فکر کردن بران ساعت بارداره و داره شکمش رو پنهان میکنه. در حالی که بارش نظرات برای اون ویدیو ادامه داشت، شایعه بارداری در محافل هنری دوباره داغ شد و خبر پیچید که بران ساعت بارداره. خلاصه که این 1 ماه خبر بارداری بران ساعت در فضای مجازی حسابی داغ و بول بود و همه دیگه مطمئن بودن که این زوج منتظر تولد اولین فرزندشون هستن. خصوصا اینکه بران ساعت خیلی وقته که جلوی دوربین ها نیست و پروژه جدیدی هم قبول نمیکنه. اما 2 روز پیش در مراسم گالای فیلم جدید öldürdüğün şeyler بران ساعت و کنان دولو شرکت کردن و قبل از شروع مراسم جلوی دوربین رفتن و در مورد اینکه خبر بارداری صرفاً یه شایعه است صحبت کردن. این زوج دوست داشتنی ترکیه که خیلی هم طرفدار دارن توی این مراسم خیلی صمیمی و راحت جلوی دوربین ها ظاهر شدن و به سوالات خبرنگارها با حوصله پاسخ دادن. یکی از سوالهای اصلی هم در مورد خبر بارداری بران ساعت بود. پاسخ کنان دولو به خبر بارداری خیلی رک و واضح بود و البته بامزه. کنان در جواب گفت ما خودمون به این اخبار میخندیم، خوش میگذره، ولی وقتی مادر بزرگ، خاله، پسر خاله، پسرعمه و فامیل تماس میگیرن و میگن مبارکه بچه دار شدین، دیگه آدم هرسش میگیره. مردم خوشحال میشن، ذوق میکنن، ولی تا وقتی چیزی رو از زبون خودمون نشنیدیم باور نکنین. چون این شایعه ها بار اولشون نیست و 3-4 بار دیگه تکرار شده. حالا بشنویم از خود بران ساعت که چرا یه مدتی اصلا جلوی دوربین ها ظاهر نمیشه و هیچ پروژه‌ای رو قبول نمیکنه. شاید براتون جالب باشه که بدونید این دیگه خبر شایعه نیست و واقعا صحت داره. اینکه بران ساعت یه مدتی بازیگری رو کنار گذاشته برای اینکه میخواد خوانندگی بکنه. بله، بران ساعت که قبلا توی بعضی از سریال ها و فیلم ها آهنگ خونده و صدای قشنگش مورد توجه مردم قرار گرفته بود، گفته بود که دوست داره یه روز آلبوم بده. وقتی خبرنگارها درباره این قضیه ازش پرسیدن گفت ما برای آلبوممون دنبال زمان مناسب هستیم، هر وقت حس کنیم وقتشه منتشرش میکنیم، شاید چند ماه دیگه. و خوبی مشخص میکنه که بران ساعت آلبومش رو با همراهی همسرش که یک خواننده واقعا موفق و مطرحه به سرانجام رسونده. باید منتظر باشیم و ببینیم که خوانندگیش چطوره. و اما خبر دوم، مراقب باشید چون خبر دوم امکانش هست عصبانی یا خشمگینتون بکنه. چرا که چند روزیه با انتشار این خبر کاربران فضای مجازی در ترکیه حسابی عصبانی و ناراحتن. قضیه در مورد اظهار نظر جدید و بسیار عجیب یکی از بازیگران نقش اول سریال شربت زغال‌لخته است. افریم آلاسیا که در سریال شربت زغال‌لخته نقش کیولجم رو بر عهده داره و اتفاقا همین چند وقت پیش هم یه خبری ازش منتشر شد در مورد اینکه بعد از حذف پنبه از کادر سریال شربت زغال‌لخته واکنش درخور و شایسته از خودش نشون نداد و به جای اینکه صرفا با یک استوری از رفتن سیبل تا شغل و ابراز ناراحتی بکنه، ترجیح داد که با مخاطبان بر سر این موضوع جدل بکنه. حالا قضیه اظهار نظر توهین‌آمیز و جنجالی افریم آلاسیا که این همه مخاطبان را عصبانی کرده چیه؟
ابری مالاسیا طی مصاحبه گفته یه سری افراد جامعه که زیاد مطالعه نکردن تلویزیون ها رو تماشا میکنن. سریال ها هم بر اساس این خصوصیات افراد نوشته میشه. من خودم کتاب های شکسپیر و این چیزها رو خوندم، اما متاسفانه به خاطر شغلم مجبور میشم کاراکترهایی در حد زنان پایین شهر رو بازی بکنم. و خب نگفته پیداست که چنین اظهار نظری از طرف ابریم آلاسیا یک جور توهین نسبت به قشر فروده است و یا حتی مردم عادی ترکیه بوده. و خب همین قضیه باعث شد که مردم ترکیه و مخاطبان این سریال بسیار عصبانی و ناراحت بشن و ابریم آلاسیا کامنت های منفی بسیاری دریافت بکنه. و البته که همگی متفق القول به این باور رسیدن که ابریم آلاسیا دقیقا مثل نقشش در سریال شربت زغالخته یعنی کıvılcım یک انسان مغروریه که از بالا به پایین نگاه میکنه. شما نظرتون چیه؟ آیا واقعا چنین اظهار نظری از طرف یک بازیگر نسبت به مخاطبان یک سریال کار درستی هست؟ متشکرم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. حتما نظراتتون رو برامون benivisید که مثل همیشه منتظرتون هستیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. Vizyonsuzluk ve oradaki çapsızlık zaten bu coğrafyanın bir gerçeği. Yani bu insanların bir gerçeği. Dizi ya çok ciddi bir okumayan kitle izliyor bu televizyonları. Bunu nereden anlıyoruz? Zaten izlediğimiz programların seviyesinden anlıyoruz. Şimdi bu okumayan bir topluma belli bir kriterde dizi yazılabiliyor. Hiç kimse sizi bırakmıyor ki derinlemesine işler yazılsın, derinlemesine karakter anlatılsın. Ben de çok isterim oyuncu olarak bunların içinde olayım. Çünkü 4 sene oyunculuk okudum. Shakespeare okuyorsun, Çehov okuyorsun, Ionesco okuyorsun. Sonra geliyorsun burada anneciğim lütfen sakın bana böyle davranma diye bir mahalle kadının tadında bir kadın oynamak zorunda kalıyorsun. Saçlarım aslında benim çocukluğumdan beri en dikkat çeken özelliğimdi. Herkesin böyle dokunup sevmek. Kenan Bey. Camdan versene şöyle istediği dalgalı saçlarım vardı. İlerleyen yıllarda da kariyerimin önemli bir parçası oldu saçlarım. Ve hep onlarla çok mutlu oldum. Benim için hayatı durduran kadın, aşık olduğum kadın dedi. Hani öyle söylemesine biraz şaşırdım. Evet, zaman durdu benim için de. Çok güzel bir şey tabii ki. Kendini yenileyen bir aşkımız var.